این روزها احتمالا شما هم اسم جرأتمندی رو خیلی شنیدید. به عنوان یکی از مهارت‌های 11گانه زندگی که میگن خیلی به کمک آدم‌ها میاد. اینکه چی هست و از کجا میدونیم که داریم یا نداریم. هنری فورد اسمش رو گذاشته بود پرده‌دار کوچک سفید و در اوایل تدوین سیکل شیراوی که متفاوتی بر علیه استعمال روحانیت و مصرف مشروبات بود. بهمن فرزانه اسمی که این روزها خیلی میشنویم. اتفاق عجیبی که افتاده، ما یک بهمن فرزانه دیگه هم داشتیم که مترجم بسیار توانمندی بودن. ایشون بیش از 50 عنوان کتاب در ایران. این کار یه رفتار خیلی طبیعیه توی اعتیاد. این کار باعث میشه که ما شواهد رو نادیده بگیریم و خشم و درد و رنج و ترس بالا نیاریم. این کار توی اعتیاد رو بیشتر با مریض ها گره میزنه. همه فکر میکنن که بیشتر مصرف کننده ها گرفتاره که این کار میشه، ولی واقعیت اینه که در بیشتر مواقع ما در خانواده ها هم این کار رو میبینیم. سلام. یکی از اشتباهات رایج و در عین حال مهلکی که